ضربه خطا رو خواهند زد بازیکن تیم داماش. یه موقعیت عالی برای داماشی‌ها، یه توپ و گل. گل اول این دیدار زده میشه توسط حسین خیری. امید پورغنبری سود توی دروازه، گل دوم داماش توی این فصل. حالا تو سانت میکنن روی دروازه، یک ضربه سر و توی دروازه، گل برای تیم داماش گیلان. امید پورغنبری پشت تو قرار گرفته، با پای راست ضربه خودش رو خواهد زد و توی دروازه گل دوم برای تیم داماش گیلان. پیراهن خودش رو هم در میاره، یک کارت زرد رو به جون میخواد. یک بار دیگه ضربه رو میزنه باز تیم داماش گیلان و گل! آزاد جعفرزاده خود مصطفی الکسان رو انجام میده، ضربه سر از خیری و گیرک دروازه رستمی. حالا دای تمام به توی دروازه به راست میبره، موقعیت خوبی هست داخل ماده جریمه. گل اول این بازی در غفلت مدافعان خوش طلایی به ثمر میرسه. سجاد آفرین سجاد. گل! ببینید صحنه گل رو و توپی که خود ابراهیمی سانچه انجام میده داخل محوطه جریمه و گل دوم اینجا به ثمر میرسه. حالا فرستاده میشه و توی دروازه گل برای تیم داماش گیلان و میرهادی میرجوان. پرتابش انجام میدن داخل محوطه جریمه، توپ خورد به دست یکی از گل و گل. چه گلی رو میزنه، چقدر زیبا میزنه این گل رو رضا زاهد تبار. یه پاس عمقی در محوطه این جریمه، فرصت برای داماش همچنان. گل نگاه کنید، ضربه کرنر ارسال خطرناک ضربه شد میزنه و گل. اینم گل دوم. بازیکن تیم داماش گیلان داخل محوطه جریمه، فرصت هست، سعید دلاور کمی عقب‌تر، امساتی و گل برای داماش. عالی میره که تک به تک شما دروازه‌بان، موقعیت برای داماش، این ضربه با واسه سجاد گلی بیگلی. دوستان اشاره می‌کنم پشت تو قرار گرفته با پای راست سینا وقتی نظر در چارچوب دروازه، موقع و برخلاف جهت سینا دروازه نفری دومی بار باز میشه. دیگه حالا میزنه داخل محوطه جریمه، فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و گل برای داماش. یه فرصت دیگه برای داماش و گل به همراه تجربه حسین ابراهیمی. دوباره یه شوت و گل سوم به زیبایی هرچی تمامتر رضا پورمهدی. انبساطی حالا به سمت راست، سیمان پور، فرصت عالی و گل چهارم. به هنگام صبح چرخید خیلی ارسال بلند به تیر دو، یه لحظه اونجا برای پاس و تیر تو موقع در حسین ابراهیمی و گل شد. گل اول برای داماش گیلان که خیلی هم حمله میکردن از سمت راست، ضربه زدن داره، حرکتش رو به جلو، ضربه رو میزنه و خیلی هم راحت کاملا برخلاف جهت بعدش فراهانی تو در درون دروازه قرار میگیره سمت چپ. حالا زاهد تبار کسی اون رو اصلا تعقیب هم نکرد، چه گل راحتی زد داماش. سومی رو هم میخوره تیم خوش طلایی. تمام نگاه ها به این توپ هست، توپی که توی دروازه قرار میگیره، رضا زاهد تبار. ببینید اینجا صاحب توپ شدن داماشی ها و گلی که اینجا به ثمر رسید.